عزت امان 6 سال دیگر محرومیت از آزادی. تاجیکستان جای اول در واردات مواد غذایی. قزاقستان درسی وطن پروری در مکتب‌ها. عزت امان حمایتگری معروفی حقوقی مهاجران مهنتی در چهارچوب پرونده جنایی بافته شده قلابی 6 سال زندانی اضافی گرفت. حکم مذکور روز 6 ایون در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اعلان شد. قبلا او را دادگاه پایتخت با همین اتهام به 9 سال زندان محکوم کرده بود. می‌نویسد ازیا پلوس. نزدیکان حامی حقوق با اتهام راضی نیستند و نیت دارند حکم دادگاه را لغو کنند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان به خبرنگاران گفت آماده است در حضور دادرس و دادستان به دعواگران پرداخت کند، اما دادگاه حکم را خوانده به سوال و جواب تالاری دادگاه را ترک کرد. گفت خالف دادگاه نظر ما را نپرسید و حکم را اعلان کرد. قبلا دادگاه عالی تاجیکستان شکایت آنها را علیه حکم دادگاه رد کرده بود. منتظر باشید که هر یک سومی که شما در بانک‌های خارجه دارید من یادرس میکنیم که عزت امان سابق رئیس مرکز تاجیکان در شهر مسکو بارها از رژیم رحمان انتقاد کرده آن را به سیاست ضد اسلامی، فساد و بی‌توجهی نسبت به شهروندانش متهم میکرد. سال 2021 او با درخواست مقامات تاجیکستان از شهروندی روسیه محروم شد و پس از آن فوراً از روسیه به دوشنبه دپورتاسیا شد و بعد رسیدن به فرودگاه دوشنبه از جانب کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شد. بعداً علیه او پرونده نوع جنایی آغاز گردید. مقامات گفتند که 2 دعواگر $17,000 جبران طلب کردند. هرچند نزدیکان عزت امان میگویند که این معامله سالهای گذشته صورت گرفته است و دعواگران مبلغ‌هایشان را گرفته بودند. به هر حال آنها آماده‌اند بر عوض رهایی عزت امان مبلغ را بار دیگر پرداخت نمایند. مسئله عزت امان مراتبه گذشته گفتیم که اون دستگیر شده است همچون جنایتکار برای حالا میگویند مقامات گویا مبلغ دعواگران و آزادی عزت امان را نمیخواهد. آنها تنها میخواهند که حکم او را تمدید کنند. Выдвинутые обвинения, они не имеют никакой юридической почвы. Данное обвинение... سیاستشناسان و حامیان حقوق بازداشت و اتهامات نو علیه عزت امان را انگیزه سیاسی و مربوط به انتقادهای او از رژیم رحمان میدانند. طلب از این دیگه خواهش نیست. طلب میکنن که زنها رومال سری خودشون بگیرن یا حجاب خودشون بگیرن. بر اساس گزارش آژانس ریتینگی آمریکایی استاندارد اند پورس، واردات مواد غذایی در تاجیکستان به 3.5% مجموع محصولات داخلی نزدیک شد که این بلندترین نشانداد در جهان شده است. آژانسی در گزارش نوی خود تاکید کرده است که بالاروی قیمت جهانی برای بازارهای در حال رشد از جمله در تاجیکستان و ازبکستان خطرها را افزایش می‌دهد. در گزارش استاندارد اند پورس تاکید شده است که کشورهای دارای درآمد پست و میانه در آسیای مرکزی، خاورمیانه، آفریقا و قفقاز بیشتر از ناآرامی‌ها در بازار غذا آسیب می‌بینند. ازبکستان و تاجیکستان از واردات مواد غذایی وابستگی زیاد دارند و معمولاً بیشتر گندم را از قزاقستان می‌خرند که در آنجا محدودیت صادرات جاری می‌شود. با گفته آژانسی ریتینگی، بالاروی نرخ‌ها می‌تواند به مالیه دولت آسیب رساند و ناراضگی مردم را افزایش دهد. علاوه بر این اقتصاددانها میگویند این وابستگی زیاد از واردات نتیجه حکمرانی رژیم رحمان در طول تقریبا 30 سال قدرت میباشد. این بار زیاد شود، نرخ‌ها پست شود. این نرخ‌ها به حد بلند. از صنف 5 اعتباراً مکتب بچگانی قزاقستان به آموزش کورس وطن پرستی و صلاحیت‌های جهانی شروع می‌کنند. در این باره پرزیدنت اکادمی ملی معارف به نام ایبرای آلتینسارین مدینه تینیبایوا خبر داد. خبر می‌دهد تنگری نیوز کزه. با گفته پرزیدنت اکادمی تحصیلات، کورس مذکور به رشد ملکه‌های دانشجویان در پژوهش، تحلیل، همکاری و معاشرت نگرانیده شده است. یکی از ویژگی‌های روند تعلیمی سال تحصیلی در پیش ایستاده، جاری نمودن کورس وطن پرستی و صلاحیت‌های جهانی در صنف‌های 5-11 میباشد. اکادمی لایحه را برای دیده برآمدن به مرکزهای متدی ولایت فرستاد. الکی در سایت جایگیر کردم.
пас аз тасдиқи баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба ташкили раванди таълими тағйиротии ниҳоӣ ворид карда шуда мактуб ба мактабҳо ирсол карда мешавад, гуфт Тинибоева. бояд гуфт ки ҳаводиси моҳи январ дар Қазоқистон ки режими Токаевро мардум қариб сарнагун карданд, дар сиёсати дохилии Қазоқистон ислоҳоти зиёде ворид кард. пас аз он ки дахолати низоми Русия режимро аз дасти мардум наҷот дод, мақомот маҷбур шуданд ки қарорҳои зиёди популистӣ қабул кунанд. дар баробари ин мақомот аз ин ҳодиса хулосаҳои дигар низ бароварданд, аз ҷумла зарурати баланд бардоштани дараҷаи ташвиқоти давлатӣ дар мактабҳо. Конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе. Все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента,